شنوهای لخش با مردمی با فرهنگ و سربلندی بدخشانی که مراجعت کرده میکنم که امروز هموطنان عزیز ما یک جامعه مردمی تاجیکستان عزیز و محبوب هستیم و شکرانه به جا بیاریم که رشد و نموی تاجیکستان عزیز در 30 سالی دوران صاحب استقلالی به دستاوردهای بلند نائل گردیدن ما این باعث افتخار ما است. من خودی در بدخشان بودم، مخصوصا در شهر خاروق. از مهمان نوازی و مردم بدخشان خاروق بسیار یک طبع بلند برداشتم، چون که در حقیقت مردم بدخشان مردم با فرهنگ است. بنابراین مراجعت نموده گفتنی را دارم که مردم بدخشان شما به هر حال فکر و عقیده های گوناگون همراه نشوید و باعث افتخار کنیم، شکرانه همین سرزمین کنیم. با مهنت حلال و صافدلانه خود با مسئولیت بلند در رشد و نموی تاجیکستان عزیز سهم گذار باشیم.